سلام و خسته نباشید. تست دستگاه TS8000 رو داریم. میخوام یه طلایی به این حجم براتون تست کنم توی صخره. همونطور که میدونید دستگاهی مثلا ZPZ 7000 مایلب که الان 290 میلیون قیمتشه، این حجم توی 30 سانتی تو فضای باز میزنه، تو 30 سانت تا 40 سانت میزنه، ولی ما میخوایم توی صخره اینا توی عمق 60 سانت براتون تست کنیم که این حجم طلا را با اونم تست صخره TS8000 به راحتی انجام میده. بالانسش اتوماتیک ما روشن کردیم. این حجما توی صخره داره توی 60 سانتی و راحتی براتون میزنه، اونم با لوپ 50. همین حجما دستگاه ZPZ 7000 که 290 میلیون قیمتشه تو فضای باز 40 سانت میزنه. این توی صخره داره به راحتی تو 60 سانت براتون میزنه. انشالله که موفق باشید.